سنگ شدن مردم یک سرزمین به معنی واقعی سنگ شدن نیست. وقتی مردم سرزمینی بی‌اعتنا بشن به سرنوشتشون یا دریافت‌های لازم یک جماعت شعورمند رو نداشته باشن، در یک بلا تکلیفی مصلحت اندیشانه فردی خودشون رو محبوس کنن، اون وقت حکم یک شهر سنگ شده رو دارن که هرچه فریاد میزنه، کمک میخواد، هیچ کس عکس العمل نشون نمیده. ابتهاج تو اون غزل مشهورش میگه چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. خاصیت سنگینه که عکس العملی نشون نمیده، احساسی بروز نمیده از خودش. شهری که آدماش سنگ شدن با جادو و طلسم درست نشده و درست نخواهد شد. و تا وقتی که مردم شکل سنگ بودن خودشون رو دارن، یعنی به سرنوشت خودشون بی‌اعتنان، تا وقتی که نگه جز پیش پا را دید نتواند، همین هست که هست. بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدا نالنده پاسخ داد آری نیست.